تیم ملی فوتبال کشورمون شگفتی ساز بشن و ببرن ما رو و صعود بکنن به فینال و باید ببینیم که چه اتفاقاتی در این دیدار رقم خواهد خورد. بازی که با سوت داور ازبک آغاز میشه و سفیدپوشان تاجیکستان بازی رو شروع کردن. هم باشگاهی شنی رستم یتیموف تو دروازه تاجیکستان داره بازی میکنه. تو بازی امشب نعمتی پرتاب بلند محوطی جریمه، ضربه سری که زده شده و یتیموف توپو راحت در اختیار میگیره. به ترکیب تیم ملی اضافه شدن و هر چهار تاشون الان دارن فیکس بازی میکنن. یه لحظه اشتباه از یاران تاجیکستان تو محوطه جریمه، برخوردی که به وجود اومده خطا نیست و فرصت برای زدن گل اول ما سامان قدوس. حالا برخوردی که داره و داور نه اعتقادی به خطا و پنالتی نداره، ضربه دروازه اعلام شده. چهره وحدت حنانوف رو در تصویر دیدیم، چهره آشنایی است برای فوتبال ایران، بازیکن باشگاه سپاهان. یه بار دیگه تصویر ببینیم در شرایطی که قدوس صاحب توپ شده بود و به نظرم میاد که دارن مجددا صحنه رو مورد بازبینی قرار میدن. اینجا تعادل خوش از دست داد در برخورد با خود وحدت حنانوف. آریا یوسفی حرکت خوبی رو انجام میده. آریا یه تک مقابلش زدن و توپ هم به بیرون نرفته. باز هم فرصت برای ایران هست و این ضربه روی زمین باز هم توپ برگشت داده میشه. امید نورافکن، شرایط مهیا نشد برای ضربه زنی او. محبی رو عقب، دوباره تو رسوندن توپ به مقصد اشتباه کردن نورافکن. سامان قدوس فضای لازم برای حرکت رو پیش روی خودش میبینه. یه پاس در عمق عالی، تک به تک شدنه محبی و از دروازه بیرون میاد. این ما هم جلوتر اومدن. قدوس یه ارسال روی دروازه، توپ از همه عبور کرد و اون سمت هم اجازه بیرون رفتن رو بهش نمیده. جورابوف میاد رو پای چپش، ارسالش برخورد میکنه به مدافع پیش رو. سامان قدوس چه کنترل خوبی رو به بیرون و شوته نورافکن که چارچوب نبود. واسه بلند نورافکن برای نعمتی، موقعیت خوبی هست. نعمتی فرستاد به مقابل دروازه، توپ به تیر افقی دروازه برخورد میکنه. فراری که انجام شد رو داور اعلام آفساید کرد، البته بعد از مشخص شدن سرنوشت توپ. یه ارسال بلند به مقابل دروازه، برخوردی که انجام شده و نه بازم داور اعتقادی به خطا نداره و فقط ضربه دروازه گرفته شده. سانتر آریا یوسفی زیباست و این بار ضربه سر رو مغانلو زد ولی توپ خیلی خوب رو سرش جفت و جور نشد. شوت زنی بکنه یا نه ضربش رو هم میزنه که توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون میره. این چرخو به دنبال یار خالی هست. حالا محمد محبی توپو تصاحب کرده، توپ اضافی تو زمین مسابقه چیکار میکنه؟ یه اشتباه و حالا گل اول برای ما به دست میاد. چه اشتباه بدی داشت رستم یتیموف بازی حالا 1-0 میشه به نفع ایران. محمد مهدی محبی بازی رو 1-0 میکنه. حالا یه مقدار ساکت‌تر میشن هواداران تاجیکستان حاضر در ورزشگاه و بازی 1-0 شده به نفع ایران. چه اشتباه بدی داشت این دروازه‌بان با تجربه رستم یتیموف. توپ خیلی راحت از دستاش در اومد و جدا شد. اینجا هم جالب بود که توپ جمع‌کنی توپ اضافه وارد زمین مسابقه کرد ولی داور بازی رو دنبال کرد. روی این صحنه اشتباه مرگبار رو انجام داد رستم یتیموف. توپی که راحت میتونست در اختیار بگیره به این شکل از دستش در اومد و اونجا حاضر بود محمد مهدی محبی تا بتونه دروازه رو باز بکنه. 1-0 به نفع ایران. این که داره محمد قربانی کاملا ساخته شده برای اینکه یه هافک دفاعی خوب باشه. ارسال روی دروازه ما انجام شده و تو بدون اینکه به کسی برخورد داشته باشه به بیرون میره. یه اشتباه نورافکن رو توپ اثرگذار محمد مهدی محبی. یه پاس بلند چه موقعیت خوبیه روی ضد حمله برای تیم ایران. محمد محبی خودش رسونده به محوطه جریمه و این هم گل دوم. گل دوم برای ایران. بازی 2-0 میشه. چه ضد حمله برقاسایی از بازیکن‌های ما. چقدر خوب بود حرکت محمد محبی و حالا بازی 2-0 میشه. در آغاز بازی در نیمه دوم تونستیم گل بعدی رو هم به ثمر برسونیم روی ضد حمله خیلی خوب. در شرایطی که تاجیکی ها اومده بودن برای جبران کار، ضربه آزادی که ارسال شد و توپی که
در اختیار بازیکنان ما قرار گرفت. چقدر خوب بود حرکت محمد محبی و مهدی طارمی که تو محوطه جریمه با حضورش فضا رو ایجاد کرد برای ادامه حرکت محمد محبی و این ضربه با بیرون پا، یا بهتر بگم نوک پا، دروازه تاجیکستان رو برای بار دوم گشود. قدوس برای نورافکن، یه ارسال بروی دروازه شهریار مقانلو بلند شد برای زدن ضربه سر در مساف و وحدت حنانوف. بازم شهریار موفق نبود. تقریبا میشه گفت که حمله همه جانبه ای دارن تاجیک ها روی دروازه ایران. یه همکاری خوب، پنجشنبه رو به بیرون، این ضربه روی زمین و پیام نیازمند چه اشتباهی رو مرتکب شد. اعتقاد دارن هوادارا که توپ از خط رد شده، ولی این گونه نیست و نیازمند توپو در اختیار داره و داور هم ثانیه شماری میکنه برای شروع مجدد کار. این فضا داده شد بهشون. این ضربه در ادامه توپ کمونه کرد و در آستانه ورود توپ بود به دروازه که نیازمند توپو در آورد. گل اعلام بشه و این سر و صداها ظاهرا نشون میده که گل هم روی اشتباه بدی که داشت پیام نیازمند، گل به نام سامیف ثبت میشه. ارسالش بلند و تماشایی هست و حزباوی تو زدن ضربه سر ناموفق بود و توپ بدون اینکه به کسی برخورد داشته باشه به بیرون میره. جریمه هست و 18-19 متر فاصله داره با خط دروازه پیام نیازمند. داور سوت رو به صدا در میاره. به نظر میاد که عمر باف میخواد ضربه رو بزنه. یاره شماره 7 یا حسام پنجشنبه این کار رو خواهد کرد. حالا بالاخره میزنن و تو با اختلاف خیلی زیادی هم به بیرون میره و سر و صداها هم میخوابه تو ورزشگاه. یاریگیری که انجام شده تو محوطه جریمه، این بار کوتاه، نورافکن سانتر بلندش، شلوغی محوطه جریمه، توپ فعلا برگشت داده شده و ضربه حزباوی این دفعه با اختلاف کمتری به بیرون رفت. کورنر ارسال میشه روی دروازه، توپ برگشت داده شده، موقعیت هست برای تاجیکستان. یه تو سر توپ پس پنجشنبه یه ارسال و نیازمند توپو در اختیار گرفت. اون تو سر توپه جهانبخش چه حرکتی کرد. مهدی طارمی چه کنترل ضعیفی و شرایطی که میتونست خیلی راحت توپ رو عارف آقاسی اضافه شد. رو توپ یه اثر کوچیک داشت. بازیکن تاجیکستان به توپ رسیدن، توپ بیرون نرفته. لحظه هم رو پل رفت رامین رضاییان توسط سامیف بازیکن تاجیکستان که اصلا حرکتش جالب نبود رو درگیری دو بازیکن. کادر فنی دو تیم هم وارد زمین شدن. چقدر عصبانی علیرضا جهانبخش به عنوان کاپیتان تیم ما. باید ببینیم که واکنش داور چه خواهد بود. اینجا رفت برای توپ رامین رضاییان، توپم بیرون نرفت. بعدش سامیف اینجوری باش برخورد داشت و این حرکتش یه واقعا میشه گفت غیر ورزشی بود. میتونست به نحوه دیگه از روی زمین بلند شه مهاجم تاجیکستان که این کارو نکرد و در ادامه هم شاید درگیری بازیکن دو تیم بودیم. توپ رها کرد تا رامین رضاییان اون رو در اختیار داشته باشه. جهانبخش سانتر بری دروازه وحدت حنانوف رو تو بسرگذاره و کورنر برای ما. پاس بلندش فرار رامین رضاییان، کنترل این بازیکن وحدت حنانوف، تک زده مهدی طارمی میچرخه و شرطی که علیپور درخواست توپ میکنه. کوتاه کار میکنن. این بار یه کار تمرین شده که خیلی هم زیاد روش تمرین نکرده بودن تاجیک ها. توپ برمیگرده، یه ارسال، یه ضربه سر. گل دوم برای تاجیکستان. مدافع پیشتاخته جورابوف بازی رو 2-2 مساوی میکنه. بازی که ما 2-0 جلو بودیم حالا میشه 2-2 مساوی و چقدر خوشحالن تاجیک ها. تو تاریخ
رقابتشون در مقابل ایران تا حالا دوبار توی بازی به ایران گل نزده بودن که این اتفاق رو رقم میزنن. عرض کردم نیمه اول 4 بار قبلا باشون بازی کرده بودیم، هر 4 تا رو برده بودیم و حالا در 77مین دقیقه این مسابقه بازی 2-2 برابر میشه. 13-14 دقیقه پایانی که کاملا دیگه امید داره تاجیکستان برای اینکه بخواد گل برتری رو هم بزنه. ارسالی که انجام شد تعلل نیازمند برای خروج از دروازه، آشفتگی خط دفاعی ما، اون شکافی که بین آقاسی و رامین رضاییان بود و جایگیری خوبه برای تاجیکستان و ضربه سری که میزنه و بازی 2-2 مساوی میشه. کار جریان افتاده و ضربه سر حزباوی مدافع پیش تاخته ما از کنار دروازه به بیرون میره. تو نیمه دوم به غیر از اون یه دونه گلی که زدیم رو ضد حمله، بقیه بازی واقعا میشه گفت که بد بازی کردیم و یه پاس در عمق احسان پنجشنبه نتونست به توپ برسه و این هم سوت پایان مسابقه، تساوی 2-2 ایران و تاجیکستان. تیم ایران باید بره و روز دوشنبه بازی فینال رو برگزار بکنه. ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز. میریم با دوستان خوبم در برنامه فوتبال برتر همراه میشیم. محمد رضا احمدی و جناب آقای مازیار. شب بخیر، خدا نگهدار.